جوانی که در روز تویش مادرش وفات کرده بود، یعنی که توی در جنازه. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه قربانی عمر. اگر معلوم نشود در زیر ویدیو لایک گذارید و همین نوع را حتما به دیگران بفرستید تا اینکه از این حالت ها با خبر شوند. البته دوستان عزیز، هر قصه که من میگذارم شما با معنای قصه گوش نمیدهید. یعنی شما فقط میبینید که ما نام همین نوارمان را چنین مینویسیم. با فکر شما دروغ است. نه برادران عزیز، دروغ نیست، همش حقیقت دارد. وقتی با همین جایی که عین حال کار میکنم در فدراسیون روسیه، یک برادرمان که با او هم صحبت شدم از شهر استرابشان بود و با او وقتی هم صحبت شدم از او پرسیدم، گفتم اوله دار هستی؟ گفت برادر جان، گفت با تو نقل میکنم تو خوب گوش میده. گفتم چی شد؟ گفت سال 2017 بود وقتی با فدراسیون روسیه آمدم. سال 2020 خواستم روم، اما کارم که زیاد برآمد دیگر نتوانستم رفتم. مادرم بیمار شد. پدرم هر بار زنگ میزد میگفت پسرم بیا، سلامتی مادرت آنقدر خوب نیست، بیا اوله دار شو که مادرت میخواهد تویت را ببیند. میگفتم میلش میروم، اما کار گفته نمیرفتم. و میگوید روز در کار بودم که ناگهان پدرم 7 مرتبه زنگ زده است. وقتی من جواب ندادم برایم پیامک فرستاده است، یعنی که سبشینی میگوییم. نوشته است که پسرم احوال مادرت خیلی وزمین است، علاجش باشد زودتر به خانه بیا، دیگر چیزی گفته نمیتوانم. وقتی این سخنان را خواندم شنیدم، راستی قرار گرفتم که تا به تاجیکستان روم، یعنی که به همان خانه. از جای کار من را رخصت کردند، پولهایم را دادند و من نیز سفر به وطن کردم. رفتم مادرم را دیدم که خیلی حالش وزمین بود و فقط از من خواهش میکرد پسرم میخواهم روزی تویت را بینم، تو را با لباس شهی بینم. من به خاطر مادرم اوله دار شدم میگوید، اما خداوند همین روز را برایم و برای مادرم روا دیده است که وقتی عروس را به خانه آوردم که مادرم را انتظار شدم تا آمدم با من آغوش به آغوش شود و من را تبریک کند، اما مادرم از خانه نمی برآمد. وقتی دوام به خانه آمدم که پدرم در نزد مادرم بود و مادرم ملکه جان را به حق سپاریده بود. البته دوستان عزیز، چنین واقعه‌ها زیاد شدند و خیلی زیاد هستند. دو برادرمان که در همین جا با من کار میکنند، آنها خودشان برایم نقل کرده دادند و من نیز خواستم در این باره برای شما کمی معلومات دهم، زیرا اینها حقیقتند. هر آن ثبت‌هایی که در شبکه من میبینید اینها حقیقتند. اگر اینها بر دروغ میشدند شاید اینها را چاپ نمیکردند. بله، بسیاری از شما فکر میکنید که همه دروغ، همه افسانه هست، ولی آن چیزی را که من با گوشهای خود شنیدم راستی حقیقت دارد. و این برادرمان باز میگوید که از بین 6 ماه گذشت پدرم را نیز از دست دادم. ببینید، با این کاری که مقصد برادرمان کرد و خواست تا زندگی خوب بیند، اما مادرش روزی تویش را ندید و پدرش خوشبختی پسرش را ندید. برادران عزیز، پدر و مادر برای ما یک فرصتی هست که باید ما از آنها استفاده بریم. استفاده یعنی چی؟ دعاهایشان را بگیریم، زیرا اینها یک نفس هستند، یک ثانیه هستند. در یک ثانیه ما میتوانیم که پدر و مادر را از دست بدهیم. پدر و مادر را از دست بدهیم. غیر از پدر دیگر نه عمک و نه تقوی جای او را گرفته نمیتواند. غیر از مادر نه عمه و نه خاله جای او را گرفته نمیتواند.
البته چه خیلی که میگویند جگر است و دیگر. برادران و خواهران مهربانم، پدر و مادر برادر و خواهران خود را زیاد دوست می‌دارید، زیرا اینها جگر هستند. اما دیگران برای شما مهر دادن نمی‌توانند و نخواهند داد.